درباره فضیلت علم یا اینکه به اصطلاح دیگر درباره مرتبه علم از دیدگاه قرآن شرح می‌دادید، چون امروز علم را از طرف تنها دنیوی همگان می‌دانند. یعنی علم این تنها در ذهن مردم دنیا است و این را از دیدگاه قرآن چگونه شما شرح می‌دادید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، الله سبحانه و تعالی قرآن را نازل کرد و به پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطاب کرد و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لكل شیء. ما این قرآن را برای تو ای محمد صلی الله علیه وسلم نازل کردیم. قرآن بیانگری همه چیز است گفت. وقتی که الله سبحانه و تعالی همه چیز است گفت، همه چیز واقعا داخل می شود، هم علم دین هم علم دنیا. و این قرآن عظیم الشأن که دارای همه چیز است، تمام موجودات و مخلوقات و زمین و آسمان و عالم و بیرون عالم را در بر گرفته است، قرآن پرمحتوا هست. شما یک مراتبه نظر کنید با چی سخن شروع کرد. اولین آیت که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شد، الله تعالی گفت که اقرأ، بخوان. یعنی بخوان گفتن الله سبحانه و تعالی حتی از بعضی ارکان اسلام نیز پیشتر گفته شده است. البته الله تعالی پیش از آن که 12 سال پیش از آن که به نماز امر کند، به قول 10 سال امر به طلب علم کرد. و اگر زکات و روزه را گرفت، 15 سال پیش از آن که به روزه رمضان و به زکات مال ادا کردن زکات مال امر کند، یا پیش از آن که به حج امر کند، 23 سال پیش الله تعالی به تعلیم گرفتن علم پیغمبر صلی الله علیه وسلم را و از جمله امتان پیغمبر صلی الله علیه وسلم را به تعلیم گرفتن علم وقتی که امر کرد، این دلالت به فضیلت علم میکند که الله تعالی این قرآن کریم که خاتمه و خلاصه تمام کتاب‌های آسمانی است، بهترین کتاب الله تعالی هست که به بهترین پیغمبرش نازل کرد، این را با اقرأ شروع کرد، یعنی با خوان، که این دلالت روشن و واضح به فضیلت علم میکنه. بنابراین امام بخاری هم رحمت الله علیه در صحیح بخاری گفتن که باب العلم قبل القول والعمل، باب در این باره که علم مقدمتر از قول و از عمل است. پیش از اینکه انسان سخن کند، یک عمل کند، اول علم داشته باشد. برای چی این گپ را امام بخاری گفتن لقوله تعالی فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. الله تعالی گفت که علم گیر، امر به دانش آموزی، امر به علم آموختن. علم آموز، بدان که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. ببینید، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست، دیگر الهی حق نیست. این توحید است. پیش از توحید هم الله تعالی اول علم گیر گفت، بعد گفت که واستغفر لذنبک، و به گناهایت از الله تعالی مغفرت بپرس، توبه کن. این عمل است. لا اله الا الله گفتن این قول است. امام بخاری گفتن که علم پیش از قول و عمل است. فبدأ بالعلم. امام بخاری رحمت الله علیه گفتن که الله تعالی با علم شروع کرد، که این دلالت واقعا واضح و روشن بیان میکند که جایگاه علم در شریعت بسیار فضیلت بزرگ، مرتبه عالی دارد.